کباب میکنه برادر. دیگه برادرها مهمان میالان. آقای استاد اکبری برادر عزیز ما امروز برادر برای از کباب قصد داره. اینه رو برادر گوشت مرغ بیگا لخته کرده. این امروز آورده در باغ قرار است کباب کنه. آقای اکبری خانواده امروز میاد. امروز مهمان است برادر. کباب جور میکنه. آقای اکبری گفتم آقای اکبری میه. اینجا جای تو حالی دیگه کباب ها ردیف الان. بین اینجا هم زغال مغال تازه کردیم. دیگه الان شخار اماده است کم کم انشاءالله. دیگه ردیفه، همه چیز ردیفه.